خب سلام دوستان، خوش آمدید به یکی دیگه از ویدیوهای چنلمون. این ویدیو در مورد یک داستان ترسناک در مورد شب هالووین است. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. تا آخر ویدیو همراه من باشید. دکمه سابسکرایب رو بکوبید، خیلی وقت زیاد ازتون نمیگیره. زنگوله رو هم فعال کنید تا هر وقتی که ویدیو جدیدمون منتشر شد حتما ویدیو جدیدمون با خبر شید. در شبی تاریک و مه آلود ساعت 10 شب بود و جوانی به نام مایکل تصمیم گرفت در شب هالووین یک ویدیو ترسناک برای کانال یوتیوبش ضبط کند. او در یک خانه قدیمی واقع در حومه شهر زندگی میکرد. به دلیل شایعاتی مربوط به ارواح و جنها محله مرموز و ترسناک شده بود. مایکل با دوربین خود در دست وارد خانه شد. اتاقها تاریک و بیروح بودند و هوا پر از سکوت بود. در هر گامی که میرفت صدا پای خود را میشنید و در انتظار چیزی ترسناک بود. او وارد اتاق نیمه تاریکی شد که در آن یک صندلی قدیمی وجود داشت. احساس میکرد که دستی آرام و نامرئی در حال نگهداری از صندلی است. مایکل با دوربین خود به سمت صندلی حرکت کرد و صدای ترسناکی از زیر صندلی بلند شد. او به وحشت درآمد و با سرعت اتاق را ترک کرد. به دنبال این حادثه ترسناک مایکل به طبقه بالای خانه رفت. در طبقه بالا خانه تاریک‌تر بود و از صدای نفس کشیدن بلندی از همه جا می اومد. مایکل احساس می‌کرد که تعدادی چشم به او نگاه می‌کنند، اما هیچ کس مقابل رؤیت نبود. او دوربین را به سمت آینه‌های قدیمی در دیوارها گرداند و در واکنش آینه‌ها چهره‌های ناشناخته را مشاهده می‌کرد. این چهره‌ها زیبا و با نوری مرموز بودند و اما باعث ترس و وحشتناکی در مایکل میشد. با وجود ترس و هراس مایکل تصمیم گرفت به طبقه پایین برگردد. اما هنگامی که به پله‌ها نزدیک میشد در طبقه پایین صدایی شنید که او را لرزاند. صدا از زیر زمین می اومد. مایکل با دوربین خود به سمت پله‌های زیرزمین شتابان شد و بعد از چند پله وارد زیرزمین تاریک و غم انگیز شد. در زیرزمین او با یک شکارچی جنها روبرو شد. یک شکارچی شجاع به نام ویلیام که به دنبال جنها و ارواح‌ها در این خانه میگشت. مایکل را به همراه خود میبرد. ویلیام به مایکل توضیح می‌دهد که این خانه درگیر نیروهای شیطانی است و جنها در آنجا قدرت ورده شد. ویلیام و مایکل با هم دنبال راه هستند تا جن را متوقف کنند و خانه را از تسخیر شیطان نجات دهند. آنها باید یک اتاق مخفی در زیر زمین بروند و نیروهای شیطانی را بکشند. در طول راه آنها با موانع و تله‌های ترسناکی مواجه می‌شوند، از جمله تونل‌های تاریک، دست‌های ناپدید شونده در دیوارها و صداهای ترسناکی که از همه جا می‌آید. با تلاش و شجاعت ویلیام و مایکل به اتاق مخفی می‌رسند. آنها درون اتاق یک جن شکار خاص را پیدا می‌کنند که قدرت خاصی در برابر جنها دارد. با استفاده از جن شکار و با همکاری آنها توانستند جنها را به تسخیر شدن ناپایداری بیاندازند و خانه را از نفوذ نیروهای شیطانی پاکسازی کنند. در پایان مایکل و ویلیام خود را از خطر نجات دادند و خانه را به حالت عادی برگرداندند. مایکل تصمیم میگیرد تجربه ترسناک خود را در ویدیوهای کانال یوتیوبش به اشتراک بگذارد و داستان ترسناک شب هالووین خود را به همراه ماجراجویی بین دنیای انسان‌ها و جن‌ها به دنیا بشناسند. خب دوستان، دمتون گرم تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تک تکتون رو دوست دارم و اگه میشه یه حمایت ریزم از من بکنید دیگه. سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظراتتون رو حتما داخل کامنت ها بذارید، واسم همشون رو میخونم و اینکه نظر چیزی راجع به ویدیو دارید حتما بهم بگید. دیگه حرفی نمیمونه دیگه. فعلا